کسی اصول آینی را بد میکند ملت تاجیک را بد کرده است. کسی به اصول آینی ایراد میگیرد خیانت کرده است. کسی اصول آینی را خیانتکار میگوید گناه عظیم کرده است و کسی عموما در مورد اصول آینی اشتباه میکنه، در مورد اصول آینی فکر نادرست میگوید اشتباه کرده است. ما دیگر مثل قناعت احتمال شاعری در سطح قناعت داریم و پیدا میشه در آینده، لیکن ما در سطح قناعت شخصیت بین المللی دیگر نداریم. قناعت شخصیت بین المللی بود. مدلم یک چه پر است دلیر. بازار صابر شاعر بزرگ ما هست و وی نامش در تاریخ ادبیات ما، در تاریخ ملت ما ثبت کرده است. در خونش گلیم نیست، پولش شکستگی، خنک، زمستان، قریب زمستان یا تیرمو قریب زمستان، باران، لوی، درش تا آخر محکم نمی شود، از چهار طرف شمال. ممکن که یگان ماه و سال و قرن جارو بدگی این خانه. در همین شرایط نویسنده زندگی میکند که تاریخ برمکیان برای ما کتاب کرده است. نویسنده زندگی میکند که در تاریخ ادبیات تاجیک بار اول درباره رودکی رمان نوشته است. کیم کدام همسایش یک کاسه بارش آورده مونده است بالای استولش به وای خنک شده است. من رفتم دلم نشد بیدار کنم، یک 10 minut نشستم اونجا. وای فکر کرد که حس کرد که من یک کسی اومده است، هیست من شناخت. من استاد سلام خوب هستید، ناز هستید، چه حال دارید؟ گفتم که اشک از چشماشم خیلی میشورد. چونین است رسمی سرای درشت، گهی روی زین و گهی زین به پشت. گفت من بسیار آرزو دارم که یگان مونولوگی پر از فاجعه، پر از درد باشد و در صحنه تئاتر باشد که من فقط لباس سیاه پوشیده باشم و یگان نور از بالا روشنایی با من اشاره کند و یک مونولوگ باشد که من بلند خوانم به خاطر آنکه درد خودم سبک شود. رئیس ها همشون دلیر مثل تو خراب وظیفه گرفته بعد فربه میشوند. من وظیفه نگرفته بعد نلکه رئیس فرم رئیسیت دارم. برای همین هیچ کس من یگان زمان برای خوردن مال و ملکی که کنید متهم کردن نمیتونن. دیگر چیزی که من هیچگاه آرزو نکردم که رئیس باشم، گالسوسکم بستگی در کابینت نشسته کار کنم. این چیز نمیخواهم هیچگاه. یکم پرابلما 4 تا 5 تا دام میساختم و برای اونهایی که ارزنده هستن و از اونها امیدوار شدن ممکن برای آینده جمهوری خونه میدادم. برنامه پرس کلوب رو از روزهای شنبه و یک شنبه طریق رادیو وطن گوش کنید. مهمان نوبتی برنامه من هستم، شناس شما عادل ناصر.